خانشین زیبا با لباس ملی و مادر مهربان. موضوع بیشتری کار هنری بیش از 40 زن نقاش تاجیک در نمایشگاه ویژه زنان در دوشنبه. نقاشان میگویند این کارهای هنری بخشی از سخنان درونی آنهاست که میخواهند برای جامعه بیان کنند. زن مادر، زن تربیتگر. امروز زن در برابری هم زن مادر بودن، تربیتگر بودنش باز زن ایجادکار است. زیبایی آفریده می آفرد، زیبایی ایجاد نموده ایستاده است. برای همین بیشتر زنها به موضوعهای زیبایی زن، زیبایی کشور، عموما زیبایی پرستی مشغول می شوند. هرچند برگزار شدن نمایش ویژه بانوان نقاش را در جامعه های سنتی برخی کار ستودنی می دانند، اما برخی دیگر می گویند سیمای زن تاجیک در آثار نقاشان بیشتر یک زنی دور افتاده خانشین است و یک موجود فعال اجتماعی و سیاسی نیست. اما هنرشناسان دلیل های به این کار روی آوردن بانوان نقاش را پشتیبانی می کنند. با فکر من این درست است، برای آن که حقیقت نه آنقدر زیباست و اون من زن رسامان تاجیکستان حقیقت را چنان زیبا نشان میدن تا اینکه تماشابینان حلاوت برند از حقیقت. چنان انعنه در فرانسه در عصرها 18-19 بود. کم روی آوردن زنان نقاش به موضوعات اجتماعی و سیاسی و حتی اعتراضی که تلاش آنها را برای بالا رفتن جایگاه زن بیان کند از بحث‌های دامنه‌دار سالهای اخیر است. روی آوردن زنان به موضوعات اجتماعی و سیاسی و حتی اعتراضی در جامعه تاجیکستان سر و صداها را در پی نیز داشته است. سال 2018 معرفت دولت و یک بانوی نقاش جوان تاجیک در نمایشگاه تصویرهای نیمه عریان زنان تاجیک را در دوشنبه به تماشا گذاشت که واکنش‌های سخت به بار آورد و حتی خود او گفت که تهدید به مرگ نیز شد. این نقاش تاجیک گفته بود از قبل می‌دانست که جامعه چنین برخورد می‌کند، اما خود زن‌های نقاش می‌گویند گوناگون رنگی در کار هنری ضرور است ولی نباید با انعنه‌ها در جنگ باشد. حسنا جوان دختری پناهنده افغانستانی در دوشنبه رویکرد اعتراضی زنان را حمایت می‌کند. این به یک هنرمند بستگی داره که هنرمند میخواد چی نوع رسم به تصویر بکشه. شاید او زنم بخواد که امون قسم آنها را به تصویر بکشه تا جامعه ببینن. وقتی که زنها به موضوعات اعتراضی رو بیارن و آنها را بروی تصویر بکشه، باعث از این میشه که مردم آنها را دیده و صدای آنها را بشنوند. نمایش ویژه بانوان نقاش را هنرستان آرا چند سال است که برگزار می‌کند. امسال این نمایش به یادبود نقاش تاجیک ولیمت آدینایف بخشیده شده بود که در سالهای گذشته مدیر آموزشگاه جمهوریوی رسامی تاجیکستان به نام میرزا رحمت عالیموف بود.